بسم الله الرحمن الرحیم. آقایون خانم سلام عرض می‌کنم. اینجا اندیشکده راهبرد رسانه محور مقاومت. من مرسا بلکبری ناینی در خدمت شما هستم تا بپردازیم به گزارشی که مشرق نیوز خیلی گزارش خیلی قابل تأملی کار کرده در مورد اتفاقاتی در ایران که عمدتاً در حوزه دیپلماسی و اتفاقاتی مشکوکیه. بعد از حدود تقریبا میشه گفت نه قریب به 20 سال دو مرتبه در رسانه‌های ایران یه بحث خیلی جدی در رابطه با حلقه نیویورکی ها داره مطرح میشه. ماجرای حلقه نیویورکی ها اگه بخوام خیلی به طور خلاصه خدمت شما عرض بکنم، اشاره داره به یک گروهی در وزارت خارجه ایران که از معروفاش اگه بخوایم صحبت بکنیم اسم جواد ظریف بیشتر شنیده میشه و اینها در برخی از تغییر رفتارها و اتفاقات مشکوک و شوکه کننده در سیاست ایران نقش خیلی خیلی موثری داشتن. از ویژگی‌های دیگه اینها اینه که شما توی آمریکا یا کانادا یا کشورهایی که به این شکل اصلا بخوای سفیر انتخاب بکنی، فرض بگیریم شما رئیس جمهور مملکت شدی الان و میخوای از وزارت خارجه میخوای که آقا فلانی و فلانی رو بذار روی کانادا و آمریکا، اینا اونجا کاردار باشن، سفیر باشن، موضوعات مربوط به کشورشون مثلا پیگیری بکنن، نماینده شما در سازمان ملل باشن. دو تا حالت داره، یا حلقه نیویورکی ها میپذیره که اینا میرن اونجا و مشغول به کار میشن و مسئولیت میگیرن، یا حلقه نیویورکی ها نمیپذیره و شما میگی که بابا اصلا شما چیکارید، من رئیس جمهورم، و تو فرد مشخص میکنی اعزام میکنی اونجا. چه اتفاقی میفته اینجا؟ کشور مورد نظر آمریکا یا کانادا میاد میگه که آقا من این شخص رو نمیخوام، اصلا به فلان دلیل به فلان بهانه اصلا ایشونو من نمیخوام، یه فرد دیگه یا معرفی کن. خیلی محترمانه اینا میان با شما صحبت میکنن که آقا اینا نذار اینجا، اگه گوش نکنی میرن با اونا صحبت میکنن، خیلی راحت. مشرق نیوز گفته که این ادعا رو مطرح کرده، گفته که آقا ما رفتیم رصد کردیم، متوجه شدیم که این حلقه نیویورکی ها داره یه کارهای جدیدی الان توی ایران انجام میده، دو مرتبه فعال شده. میگه جواد ظریف در دولت آقای پزشکیان مسئولیت گرفته، قرار شده یه سری کارهای بکنه. چند روز پیش خاطرتون اگه باشه آقای ابطحی یه توییتی زد، گفتش که آقای ظریف بیا جواب بده، چه وضعیتی به راه انداختی، بیا حداقل یک عذرخواهی بکن. بعد بعضی از کاربران اومدن گفتن که آقا به ظریف چه ربطی داره؟ گفت آقا این کابینه رو اصلا ظریف چیده، کابینه ظریفه، الان ترکیب با ایده این آقا چیده شده و الان همه بهش اعتراض دارن. مسئلهش کجاست؟ ظریف هم اومد صحبت کرد، گفت اصلا به من ربطی نداره، من تو دولت کارایی نیستم. میگه ظریف چیکار کرده؟ ظریف زمانی که مسئولیت گرفت در دولت پزشکیان رفته چند تا از رفیقای خودش که حلقه نیویورکی ها معروفن و همسرش یه مؤسسه را انداخته، مؤسسه پویشگران آینده امیدبخش که با نام پایاب داره فعالیت میکنه. اینها اومدن و میخوان شبیه اندیشکده آمریکایی کار بکنن، سفیر سفرهای خارجی را و یک سری از دیپلمات‌های اروپایی را به بهانه اینکه در اندیشکده ما میخوایم در مورد صحبت بکنیم، گفتگو بکنیم، دعوت میکنه ایران. تا قبل از این چطوری بود؟ تا قبل از این با وزارت خارجه بود دیگه، طرفشون وزارت خارجه بود و راهی به ایران نداشت، فقط باید از اون طریق پیش می‌اومدن. الان یه راه جدیدی باز شده براشون و آقای ظریف هم که خب یک تریبونی داره، صدای اینها و پیام خاص اینها به گوش جامعه ایرانی از مسیر دیگه ای میرسه. شما یه وزارت خارجه داری، الان وزارت خارجه هم میخواد یه سری کارهای انجام بده، یه سری سیاست‌های کلی داری، اون صدا میاد یه صدای جدیدی تردید ایجاد میکنه توی سیاست‌های شما. این مؤسسه افراد مختلف رو دعوت میکنه، سفیر نروژ اومده و افراد این شکلی اومدن نشستن صحبت کردن و این مؤسسه میگه هدف تأسیسمون اینه که بتونیم روی دیپلماسی عمومی اثر بگذاریم به جهت گرفتن تصمیمات جسورانه. کی این حرفا میزنه؟ اینو جواد ظریف میگه که یه یادداشت داشت بعد از جنگ 12 روزه توی یکی از رسانه‌های غربی، گفت در ایران به مرحله تغییر پارادایم رسیده ای. حالا چی میگی شما؟ به تغییر پارادایم رسیده. ما گفته ما رفتیم اینا رو بررسی کردیم، کاری که اینها دارن انجام میدن اینه که اینا میخوان یک سازش را برای جامعه ایران تحمیل بکنن و رقم بزنن. البته مضمون صحبتاش اینطوریه، خب شما رو آماده بکنن برای یک سازش. مأموریت‌های اساسیشون هم مثلا ایجاد غربگرایی و ایجاد شبهه نسبت به شرکای استراتژیکی شما و ایجاد شبهه نسبت به اونهاست. آقای ظریف چند تا اظهار نظر داشت که خیلی هم ما گفتیم که آقا کنشگری ظریف و روحانی مشکوکه. نمیخوام بگم جاسوسن، که به زرس قاطع میگم مثلا جاسوسن، اینا جاسوسن.
فکر نمیدونم دستگاه قضا میخواد کاری بکنه، وزارت اطلاعات چی کار میکنه نمیدونم. این مجموعه که راه افتاده این کارا رو داره راه افتاده این کارا رو میکنه. باند نیویورکی ها یکی از مواردی که در موردش مطرح میشه مسئله برجامه. دومین موضوع مسئله قطعنامه 598 اونم کار همین اینا بوده. قبلش داستانم از اینجا شروع کرده، گفته که آقای ظریف به عنوان یکی از شهروندان ایرانی که متولد تهرانه، به خاطر اینکه حالا مثلا میخواست دانشگاه بره، میره آمریکا. اخیرا یکی از نمایندگان مجلس گفته بود که ساواکیا اینا فرستادن. داستان از این قرار بود. ظریف یه بحثای همین شکلی در موردش بود که گرایش‌های حجتیایی داشته یا اینکه در مجموعه‌های اینها رفت آمد می‌کرده. بعد خب یکی از رفیقای باباش هم ظاهرا ساواکی بوده و ساواکی‌ها با حجتیایی‌ها خاطرتون اصلا هیچ کاریشون نداشتن، بقیه مذهبی‌ها رو می‌گرفتن شکنجه می‌دادن ولی با حجتیایی‌ها کاری نداشتن. ظاهرا با بابای ایشون ساواکی رفیق بوده و اون باعث میشه که ظریف بره آمریکا. بعد ظریف 22 سالگی کشور درگیر جنگ بوده، سربازی و اینهاشو به عنوان یک کسی که در برای ایران اونجا خدمت میکنه و نماینده ایران در سازمان ملل هست، این بازه زمانی برای ظریف میگذره. حالا 22 سالگی حالا بماند. چند تا اتفاق اومده این گزارش توضیح داده، گفته که باند نیویورکی ها پشت این داستان هستن. یکیش قطعنامه 598. الان ممکنه دوستان بگن مثلا خب آقا ما مثلا جنگ کردیم 8 سال با آتش بس رسیدیم دیگه، اینا نقدشون به 598 چیه مثلا؟ حالا چی میشد مثلا؟ داستان اینه، میگه که ظاهرا یه فردی که اسمش اومده توی گزارش، محمد جعفر محلاتی، که عضو همین باند سابق بوده و به اصطلاح خودمون ظریف به این خیلی نزدیک بوده، الان داره تو آمریکا برای اونها کار میکنه. این چیکار میکرده؟ زمانی که آقای لاریجانی باید اطلاعات مربوط به فضای سیاسی بین‌المللی را دریافت میکرده که ببینه اینها ایران در چه موقعیتی قرار داده و ما در مقابل ایران در چه وضعیتی هستیم در حوزه دیپلماسی در بین‌الملل در زمان جنگ، این آقا بخشی از پیام‌ها را به وقتی که به ایران میفرستادن به آقای لاریجانی منتقل نمی‌کرده و اینها را به اصطلاح خودمون آرشیوش می‌کرده نمی‌داد. بعدها یکی از دیپلمات‌ها که سال 90 مطرح شد، اون دیپلمات اومد ایران مصاحبه کرد و گفت آقا نمی‌خوام اسمم مطرح بشه. گفت آقا من بعداً اومدم ایران وقتی قطعنامه 598 اتفاق افتاده بود و اجماع جهانی علیه ما صورت گرفته بود، ما باید تمومش می‌کردیم، حالا اینا باید هر جوری شده تمومش می‌کردیم. من اومدم ایران، رفتم پیش آقای لاریجانی گفتم آقا من این همه پیام فرستادم، این همه نامه فرستادم برای تو، چرا نخوندید تو؟ این همه هشدار دادم من به شما، گفتم اجماع جهانی داره صورت می‌گرفته، چرا نگاه نکردید شما؟ لاریجانی گفت اصلا هیچ کدوم از اینا به دست من نرسیده. کجا فرستادی؟ برای کی فرستادی؟ چه آدرسی فرستادی؟ متوجه شدیم که ما پیام میفرستادیم اینجا و این آقای محمد جعفر محلاتی که اینجاست الان دیپلمات بوده و آقای ظریف به ایشون نزدیک بوده و ایشون الان آمریکاست، ایشون آرشیو می‌کرده نمیداده بخونن و طرف ایرانی دیپلماتاش نفهمیدن چه خبره و داستان‌هایی شده است که بحثش مفصله، باید حالا در جای خودش بحث کنه. حالا با اندیشکده اینشون کاری ما نداریم، ولی از موارد دیگری که بهش اشاره کرده و قابل تحمله بذارید اینجوری براتون بگم. ببینید این باند نیویورکی ها که داریم از در رابطه باهاش صحبت می‌کنیم، جزئیات داستان اگه بخوام براتون بگم خیلی طولانیه، اما خلاصه بخوام برای شما بگم یکی از بحث‌های ما الان در حوزه هسته‌ای چیه؟ به محض اینکه دشمن گستاخی میکنه میگیم که آقا ما از ام پی تی خارج میشیم. اصلا ورود ایران به ام پی تی از دوره پهلوی 25 ساله بوده. ما موقتا وارد ام پی تی شدیم، بعدش ما میباید خارج میشدیم یا اینکه یه امتیازی میگرفتیم. این دسته گل حلقه ایشونه، اینا کردن تو پاچه ما. با رضایت کامل رفتیم پذیرفتیم و متعهد شدیم نسبت به یه سری از بازرسی‌ها که اون بازرسی‌ها رو ما پذیرفتیم، اومدن بازرسی کردن، از مراکز نظامی اونم بازرسی کردن، همه جا رو زیر و رو کردن، لیست دانشمندامون رو پیدا کردن، مشخصاتشون رو پیدا کردن، دوره احمدی نژاد دانشمندامون رو تو ایران کشتن و فخریزاده رسن اونم ترور کردن و بعد اومدن برجام گذاشتن تو دامن ما. یه نمونه دیگه‌اش مثلا اینکه ایران مثلا ما در حوزه مین‌های فلان و سلاح‌های شیمیایی و بمب‌های خوشه اینا ما قوانینش در حوزه بین‌الملل نپذیرفته بودیم. یک سری از کشورها به پیوندش پیوسته بودن، ما هنوز نپیوسته بودیم و اگر هم از ما می‌خواستن که به پیوندیم حداقل یک سری امتیاز رو به اسم می‌گرفتیم. یه سری پوان‌هایی در نظر بگیرید ما با کمال میل میایم آقا می‌کنیم. اینها رو هم اینها کردن تو پاچه ملت. همین حلقه بدون هیچ امتیازی اینها رو ما گرفتیم. مشکوک‌ترین زمان بازده زمانی و خیانت‌ها در زمان اینها رخ داده بود. بعضی حالا شاید بگن که آقا ما ام پی تی ها پذیرفتیم دیگه، حالا مثلا بغل گوش شما هند و پاکستان رفتن آزمایش اتمی کردن، شما به بهانه ناامن بودن منطقه میتونستی احتیاط بکنی، یه خورده صبر بکنی، یه خورده تحمل بکنی. آدم اصلا این داستان ها خیلی عجیب و غریبه، نمیدونم. بعد توضیح داده گفته که آقا حلقه نیویورکا گفته که یه سفری آقای خاتمی بلند شد رفتش توی خارج از کشور که دیدار داشت با جورج سورس. اگر تو باشه خاتمی اخیراً شکایت کرد از آقای شریعت مداری کیهان، گفتش که آقا باید اصلا دادگاه اثبات بکنی من با جورج سورس دیداری نداشتم.
اصلا بحث جورج سورس از کجا اومد؟ این هم از جمله داستانایی است که 1390 در فضای رسمی ایران مطرح شده بود و دیگه مطرح نشده بود. اینجا این گزارش توضیح میده، بخونم براتون. گفته خاتمی سفر میکنه به خارج از کشور، اینا یه دیداری برگزار میکنن همزمان و کمتر از 1 مایل دورتر از محل گفتگوی پهلوی با یکی از سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا، جورج سورس و سایرین در یک هتل گرد هم آمده بودند تا تمام با دولت تهران صحبت کنند. جورج سورس با شرکت کنندگان که به همت بنیاد آمریکای نوین برگزار شده بود درباره یک معامله بزرگ با تهران سخن گفته بود که به رسمیت شناختن ایران از سوی آمریکا و پایان رویارویی هسته‌ای از طریق مذاکرات و بقیه مناسبات عادی بین دو کشور را برخواهد داشت. میگه خاتمی به ما گفتش که باید مذاکره با ایران را آغاز کنند و افزود که ایران خواستار غنیسازی اورانیوم خواهد شد، اما نه به عنوان یک پیش شرط برای مذاکره. من میاد توضیح میده. میگه نشستی که خاتمی داشته و کیا توش بودن و شاهد قضیه کیا. بله، کیان تاجبخش از جمله کسایی بوده که در جریان این قضیه بوده. مسئله‌ای که میخوام خدمت شما عرض کنم اینه، ببینید یه نکته دیگه هم در رابطه با این خیلی جالبه. میگه تو خود حلقه نیویورکی ها هم توی وزارت خارجه توی یه بخشی شما آدم بخوای بفرستی، اگر این آدم انقلابی و حامی ایران باشه اینا اصلا راش نمیدن. آخرین بار کسی که تلاش کرد یک نفر ایران نفوذ بده در این باند نیویورکی ها آقای ولایتی بوده که یک نفر خواسته پیشنهاد بده، جواد ظریف برگشته گفته که داداش ما اینجا دور هم نشستیم همدیگه رو به اسم کوچیک صدا میزنیم، اگه بخوای یکی دیگه رو بفرستی بیاد توی جمع ما اولا ما قبول نمی‌کنیم، ولی بخوای بفرستی ما مجبوریم از فردا به همدیگه بگیم آقای دکتر نمیتونیم جلسه بذاری، پس اینجا با گرده ما هیچ کاری نداشته باش، دستش نزنه. میگه این حلقه نیویورکی ها به نظر میرسه که داره یک کارهای الان انجام میده، 2 مرتبه فعال شده. دیپلمات‌های مختلف دارن رفت آمد میکنن، قراره به جامعه ایران پیام بدن دیپلمات‌ها و برجسته بشه بره روی تیتر اول روزنامه‌ها و روی خروجی خبرگزاری‌ها و فضاهای مجازی، کانال‌های مختلف اولویت بحثشون قرار بگیره، اصلا درگیر بکنه اینها. گفته مدل رفتار یا اینها چیزی که رصد کردیم نشون میده که اینها در ماه‌های اخیر حمله سازمان یافته به متحدین استراتژیک ایران را به ویژه بعد از جنگ 12 روزه شروع کردن و گفته که تلاششون هم این هست که بتونن تبیین بکنن مسئله سازش را و اینکه به اصطلاح خودمون آمریکا را یه فضایی به وجود بیاره که جامعه ایران وقتی که در یک شرایطی قرار گرفت که دیگه مجبوره و راهی نداره جز اینکه تسلیم را انتخاب بکنه و یک طرف قضیه تسلیم هم موشک‌هاست، اون صداهایی که میشنوه و احساس میکنه که صداها قابل اعتماد هست، این مسئله را براش پذیرتر بکنه، براش راحت‌تر بکنه. موشک‌ها گفتم آخرین بحثی که اسم ظریف رو مطرح کرد یادتون هست، جمله موشک‌ها مهمند و مردم مهمتر. آقا این ظریف مشکوکه، اصلا خیلی واضحه. هر باری که اسم این افراد میاد ضمن احترامی که برای دوستدارانش ما قائلیم میگیم که آقا ما تا امروز نمی‌خواستیم بگیم اینا جاسوسن، ولی فکت آورده دیگه، سند آورده، داره توضیح میده که آقای ظریف غربی‌ها، آمریکایی‌ها به ویژه تاکید بر این دارن که این آدم به درد وزارت خارجه ایران میخوره. میگه میشه طرف آمریکایی با ما دشمن هستن، باید متنفر باشه از سربازای ما، چرا تاکید داره که آقا این باید باشه تو وزارت خارجه؟ محترمانه اینه که آقا احساس میکنه که این آدم تاثیرگذاری برای منافع خودشون باشه. الله اکبر. حالا دیگه درسته مملکت هم وزارت اطلاعات داره، سازمان اطلاعاتی داره، اطلاعات سپاه داره، به هر جهت ما احساس میکنیم که این داستان‌ها مشکوکه و این گزارش چون حس من بیش از پیش در رابطه با رفتار حضرات تقویت میکنه و مشکوک بودنشون نشون میده. اونم شما هم بدونید طولانی ترش نمی‌کنیم، اسم خاصی هم نمیبریم تا اینکه ان شاءالله برامون هم دردسری درست نشه. نکته داشتید حتما در قالب پیام برای من بفرستید و خوشحالم کنید. جنگ نرم یا سخت، اگر آماده ای بسم الله. لا حول ولا قوة الا بالله. یا علی بسم الله. اندیشکده راهبرد رسانه محور مقاومت.